بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه اجمعین. درس امروز درباره دور کردن مشکلات، نسخه مجرب و تجربه شده و نسخه که رسول صلی الله علیه و سلم خودشان به یکی از مسلمانان یاد داده است تا اینکه به برکت این نسخه مشکلاتشان حل شده است. حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه می فرماید روزی ما به همراه رسول صلی الله علیه و سلم اتفاقا از خانه خارج شدیم، جای می رفتیم. ابی هریره صاحب می فرماید که روز ما همراه رسول علیه السلام از خانه خارج شدیم و در جای می رفتیم. دست من به دست مبارک رسول گرامی به شکل گرفته با محبت روان بودیم. وقتی که در راه تیر شدیم، از مسیر راه که عبور می کردیم، یک انسان افسرده، اندوهگین، غمگین، غمزده را در مسیر راه ما دیدیم. یک شخصی که ما همراه رسول علیه السلام تیر می شدم، از یک راه یک انسان غمزده در چهرش فهمیده می شد، اندوه دیده می شد، فکرش خراب، لباسایش غیر منظم، فکر و اندیشش هم غیر نرمال. علیه السلام خو ذهن تیزی داشتن مبارک، ملت پرور بود، امت دوست بود، مهربان بود، عزیز بود. رسول علیه السلام دید که در قلب این برادر ما چیزی از افسردگی و غم و اندوه دیده میشه. رسول علیه السلام از او پرسان کرد، گفت که چگونه است وضعیت شما، چگونه است کاروبار شما، چگونه است زندگی شما؟ اون شخص به رسول علیه السلام جواب داد، گفت که ای پیغمبر خدا قربانت شوم، دستم تنگ است، اقتصاد ندارم، پیسه ندارم، پولی ندارم، دینار و درهمی ندارم، روزگارم از لحاظ اقتصاد به حد تنگ آمده که هیچ چیز نیست و هم بیمار و مریض هستم و هم جانم جور نیست. مرا این دو چیز در افسردگی ها و در مشکلات مرا دچار کرده، یکی نداشتن صحت، دوم نداشتن اقتصاد. اگر مریضی را به زندگی یک کسی رخ میده، همه ای از افسردگی و از روزگار خراب است مقصد. به می دو برنامه ما در چنین حالت گرفتار شدم، افسردگی ها و غم ها به زندگی ما آمد. عزیزان گرامی، اگر خواست که غم هایتان دور شود، خواستین که غم و اندوه در دل از اقتصاد و فقر و بیچارگی دارین، این نسخه را به شما به او خاطر از حدیث رسول علیه السلام براتون اشاره میکنم که این مشکلاتتان حل بکنه انشاءالله. همواره عزیزان ما شکایت از اقتصاد دارن، شکایت از افسردگی دارن، شکایت از غم و اندوه قلبی دارن. نسخه را رسول علیه السلام به ما و شما اومد تجویز کرده، آماده کرده، بیان کرده که با توسط از این غمهای دلمان برطرف میشه انشاءالله. یقین داشته باشیم و مشکلات بی‌برکتی که در زندگی ما مشکلش آمده، الله برکت رزقی تانم زیاد میکنه. علیه السلام به این آدم که افسرده حال بود گفت این دعا را بخوان، به اثر و به تاثیر این دعا انشاءالله غمی تانم برطرف میشه، مشکل اقتصادی تانم برطرف میشه، در زندگی تان برکت میه. اون دعا را علیه السلام برش گفت توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. این دعا را بخوانین، سبب برطرف شدن غم و اندوه قلبیتان، سبب برطرف شدن افسردگیتان، سبب خوشحالی دلتان و سبب برکت اقتصادیتان میشه. توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد لله الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبره تکبیرا. بناهن ایره اگر بخوانین
حسن حسین یک کتاب است، این دعا در اونجا هست. این دعا سبب رفع تنگدلی و غم و اندوه قلبی هم میشه، سبب برکت رزقتان هم میشه. بالاخره این دعا را علیه السلام به جوان افسرده حال، به جوان تنگ دست و بی پیسه و فقیر که یاد داد، این جوان همین لحظه به یقین کامل امیر ذکر کرد، امیر یاد گرفت، امیر خواندن کرد. بعد از چند وقت از همونجا رسول صلی الله علیه و سلم تیر میشد یا در اونجا تشریف برد، در اون محله که همین آدمی افسرده زندگی میکرد، همین آدمی فقیر زندگی میکرد. رسول علیه السلام روز از روزها باز به خاطر خبرگیری امین انسان بیچاره که از فقیری و بیچارگی چی بودن، دست و پاچه نرم میکرد، علیه السلام بعد از یاد دادن همین دعا از همون مسیر تیر شد. همون شخص بیمار را دیدن، همون شخص مریضی بیماری، هم بیماری اقتصادی داشت، هم بیماری جسمی، افسردگی. علیه السلام اونجا تیر شد، وضعیتش بسیار خوب، چهرهش بسیار روشن، مجلل، لبی با تبسم، جسمی بسیار تکله و تیار. علیه السلام خوشحال شدن، گفت الحمدلله که تو جوان او روز دیدم، بسیار افسرده و گرفته بودین، حالا حالتتان چطور است؟ فعلا وضعیتتان چطور است؟ او جوان گفت از آن روزی که این کلمات را به من شما یاد دادین و این را به طور مرتب و به ترتیب همه روزه من ذکر میکنم میخوانم، الحمدلله از روزی که امین کلمه و تیره که تعلیم دادین شما به من میخوانم، هم اقتصادم خوب شده، هم صحتم خوب شده. یک نسخه بسیار زیبا به خاطر رفع افسردگی و به خاطر خیر و برکت اقتصادی، این را فراموش نکنین و بخوانین. یک چیز دیگری هم این خوب تجربه ثابت شد که علیه السلام تیر شد، بار دویم آمد، بعد از یاد دادن همین کلمات این آدم افسردگیش هم برطرف الله متعال برکت کلمات کرد و اقتصادش هم و کارهای روزمریشان هم، بندشای اقتصادیش هم باز شد. اما به خاطر افسردگی را دفع افسردگی یک چیز دیگری هم هست. بزرگا می فرماید وقتی که در دلت غم آمد، دلت گرفته شد، اگه وقت انسان میشه تو ناگهانی غم به دلش میاد، یک دفعه منقبض میشه یا منقبض میشه، گرفته میشه، ترش میشه، هیچ چیز خوشش نمیاد. یک چیز دیگه هم هست، 11 دفعه اللهم صل علی اینم درود شریفه یا هر درودی که یاد داره بخونه. بعد از 11 دفعه درود شریف خواندن، پس لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم را 7 دفعه بخوان. بعد از ختم 7 دفعه 11 دفعه باز درود شریف خوانده شود، باز در یخنش کنه. همین لحظه به طوری این بخی مجرب است، خودم هم تجربه کردیم، عزیزایی هم که من برشان گفتم، همون لحظه که میخوانم تماما خوشی ها به قلبت میاد، غم ها و افسردگی ها از دلتان میره. بناهن ای بود تداوی و یا نسخه مجرب از طرف سردار دو عالم علیه السلام برای بندگان افسرده و غم دیده شان.